ساعتهای اولیه گم شدن. منطقه‌ای در رشته کوههای آلپ که مدت‌های زیادی دست آلمانی‌ها بود و بالاخره به دست ایتالیایی‌ها افتاد. دریاچه‌ای که پشت سر من می‌بینید دریاچه کالتقزی، البته آلمانیشه. سلام، من نویدم از جاجو. ما جوینده جا. با ما همراه باشید. این دریاچه در جنوب استان آلتو آدیجه، شمالی ترین استان ایتالیا، حدود 15 کیلومتری شهر بولزانو قرار داره. بهش میگن گرمترین دریاچه کوهستانی آلپ. اینجا بیشتر آلمانی صحبت میکنن تا ایتالیایی. تا پایان جنگ جهانی اول اینجا اصلا ایتالیا نبود، بلکه بخشی از امپراتوری اتریش مجارستان بود. تو جنگ جهانی اول ایتالیا اول بی‌طرف، ولی با وعده گرفتن این منطقه به متفقین پیوست. با پایان جنگ اینجا به ایتالیا واگذار شد، البته بدون رضایت مردمش. وقتی موسولینی به قدرت رسید تلاش کرد منطقه رو ایتالیایی کنه. زبان آلمانی ممنوع شد، مدارس آلمانی بسته شدند و حتی اسامی خانوادگی تغییر کرد. ولی مردم مقاومت کردند. آموزش آلمانی رو تو خونه و کلیسا ادامه دادن. بعد از جنگ جهانی دوم ایتالیا مجبور شد به منطقه خودمختاری بده و حالا اینجا یکی از معدود جاهایی توی ایتالیاست که 3 زبان رسمی داره: آلمانی، ایتالیایی و لادینی که زبون باستانی و بومی منطقه کوههای دولومیتی توی آلپه. حالا بریم یه چرخی تو منطقه جنگلی راستنباخ کلام بزنیم. یه مسیر ترکینگی تقریباً 1.5 ساعت داره که از جایی که ماشین رو پارک می‌کنی تا اینکه پله‌ها و مسیرش رو بری برگردی تو لوکیشن اول. آبشار، دریاچه، ویو بسیار زیبا و فوق‌العاده است برای اینکه بخوای اینجا بمونی و لذت ببری.